اینجا کورپسی چور بینه چور میگن اینجا پولو لوکس هم خیلی چیزا داره. در پهلوش سپارزال داره. اینجا اتمسفری خوبه اینجا. گل گلزاره همین موسمی گل گلزارنده چشم آدم دم میره. به مانند همین دوده من تو راحت کار گشتیم. چیزی گفته دادو؟ خیلی راحت کردم. خیلی جای گلگشت دارد. چرخ میدید. یک آدم کیم چی خیلی است که جای گلزار میبیند با چشمش هم دم میگیرد. این کبودیزار یا نمود دمگیری برای ماهینه است. سان لوبوی کسی که نباشد اگر همین جای کبودیزار میرد یک راحت میکنه. اینکه همین موسمی جای کبودیزار واقعا یک هوای خوش است در اینجا. دوستان عزیزیمون این بیناها را پوشیدن از طول ناتمام است. چند سال باز ناتمام است. همینم کای بود میشده باشد. اگر همینا بود شما نگه و یک زیبی خوب میکرد برای همین منطقه. چی گفته دادو؟ خیلی نامه جوی دمگی ما وسیل میکرد دم میگرد راحت میکنند جون راحت میکنند. معقول توش ساده اینجا؟ معقول شدم میودم یه هفته نیستوری 2 هفته بهترین. اینجا نزدی همون بینه چهارم کورپس چهارم میگو. اینجا در نزدی در نزد سپارزال است. اکو ویدیو میکردی باشد برای خاطر صفتی بلندش این خلقت کامera را. ها گایم کس دونات فکر اندیشه درباره همین پیکره که در دامن او فرزندش است بگوید که این چی معنی دارد در همین منطقه. دوستان جای اساسی گرمی میدادگی تمام همین زمرد همین کتلنی است. کتلنی میگوید جای گرمی دهی از همینجا منشأ میگرد آبی گرمی همین روی زمرد. به این منطقه از تمام گوشه کنار کشور میوند. خصوصا همین اما که ما از خودی فیض آباد آمدیم و هم بعضی پرسیدگی بودم از یوان و نمیدونم از ونج و از تمامی منطقه ها میوند اینجا برای دمگیری. دوستان واقعا هوای تازه داره نکو. چی گفته؟ هوای تازه نبود. در قبط همین گلگشت ها یک ارچه رو دیدیم که ارچه تماما دیگر است. دوستان این همین ارچه در زیری من همین چورچوبه گرفتگی است. اینا رئیس کشور ما محترم جناب والی شنوندگی بودیان همین دستی مبارکشون در همین گلگشت برای سرسبزی خرمی من همین دیار عزیزمو گویم همین خیلی درخت شینوندیان. انا دوستو انا اینجا
با لوحه هم گذاشته هستند. این درخت از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امام علی رحمان چون رمز احترام به آسایشگاه سنه 24 مارس سال 2017 شناسایی شده است. دوستان تقریبا قدش 1 متر و 75 سانتی متر شده است. و اینچنین در همین موسم ماه مای گویم تمام همین منطقه اصفرامرز گویم خواننده ها اومده در همینجا برای خود عکسای یادآوری میگیرن از این منطقه در همین موسم. این درخت سرخی رو که میبینید شما دوستان این درخت اولو بوده است. اولوی اولیجانو میگن از این افشوره میکنن میگن سوکو یا اینکه مربع میکنن رنگش به مانند مرگنسوف بوده است دوستان. واقعا خیلی سرخ از حساب سرخی برگهاش حتی اون میوهاش هم دیده میشه از دوری نه که نزدش روید اینجا میوه اولو داره. این بیت شباهت کمی شباهت به درخت مجنون بیت داشته. اینم بیدو لیکن کمتر شکلش دیگه به فکرم گیبریت شده است با کدام نمودی بیت به فکرم پیوند کرده هستن چون در زیرش دیگر نموده است. اینجا بلوشنده اینجا به فکرم پیوند کرده هستن. بنقشه گرفته است آسایشگاه زمرد گویم چنین نمودی امفی‌تئاتر حاضر نیم بود است. همین گونه مهمانخانه در برنی گویم کوچه است و این نمودش در داخل اگر مبادا یگان سال اگر آباد شود اگر چنین نمود شکل و شمایل میگیرد برای خودش همین آسایشگاه زمرد. این دیرزا رو که میبینید اینجا لیچرنی کورپس نام دارد. جای همون درگاه طبابتی در اینجا چند نمود طبابت هست. اینجا در آب شفای معدن‌ناک شفا هست در اینجا لیکن لایق هست در اون داخل وانه. اینجا ویتیژن دارد، اینجا سرکولر دوش دارد. اینجا با دیگر نمودی طبابت ها دیده میشه دوستان. خصوصا طبابت هایی که با آب سر و کار میگیرد در همین بینو میگذارد و از همین گونه کچل میگو بسیار است در همین گرد اطراف. وقتی در بالای کچل شته خودتون این طرف اون طرف میکنید با آدم یک کمی دم میگیرد دوستو. اگر در گردی فانتان مادر خواهرها نباشن اگر از اون هم یک نوار میگیریم دوستان عزیز. و اگر باشن راستیگر به پورسیون ها نمیشد در اونجا ها نوار گیریم. من نمیدونم میگن لیچرنی کورپس. فکرم در آینده نزدیک همین بینه که میبینید
همینجا تعمیر کرده، بعد به فکر همینجا را از بین میبرم. راستگر در اینجا خیلی آدمو نمیشن، از همین صبح شاید کمی وای باشه. سیر برگ‌های ریخته گوییم. ما در اینجا یک آواز دلگیر کننده دارن این طاووس‌ها، اگرچه زیبا هم باشن آوازی خنک دارن و گفتی خودمون دوستان. با مانند سر و صداهایی که در کینوهای 40-45 است در داخل جنگل ها چنین صداها میگن. واقعا این طاووس میگن، طاووس نر. اینش به فکرم مادش باشد سفید ها. با اگر اون کسی اومد اگر فکر اندیشه گوید که آیا همین سفید ها هم ماده هستن یا اینکه نرش خروسش بیان. که این طاووس برای پرتشگاه یک دم تبردو ببینیم چه خیلی هستی. اینها بسیارتر سیمشکه میخورند در همینجا. بیرون کرده یک آب برای انسان یک آرامی میبخشد. در همین جاییه بسیار آدم اینجا نشسته دم میگیرن. در برای همین اولی راستی هم نامش فراموش کردم چی بود؟ اولی جناب میگن. اولوش سرخ است. همین رمزی که در بوده کتابشویی همین آسایشگاه هست برای طالبان همین عکس تمامین باید همین عکس بر بیرون دوکان هم برای چیز چهارها در کار میشود. در این بیرون دوکان کلان است و گزین میگیرد. تمام نمودی خوراکه و پوشاکه و صابون و نمیدانم شامپون خلاصه چیزی در کار در بیرونی همین آسایشگاه هست. هم تو بیام ماشین دوشنبه سرده در اینجا یک آشخانه خصوصی هم موجود است.
و یک فضای خوب است داخلش. واسه هم نمیدونم چون که از صاحبش پرسیدگی نیستم، خیلی خوب است داخلش. با کسانی که طعم‌های نمی آسایشگاه معقول نباشد اینجا اومده با برای خود فرمایش داده چی میگم برای خود فرمایش داده استعمال میکنن. خلاصه خلاصه مفصل گل شکوف همه جا سرسبز. اینجا اینجوری ششلیک ها هم موجود است. لیکن همین آواز طاووس خیلی دلگیر کننده است. تو بیگانی همین و این آشخانه مردم اصفهان خیلی بسیار میگیرن. جای طبیعتی خوب و آرام نسبت به شهر دیده اینجا کمی آرامتر است. هم صدای شرشره آب است و آبی در اینجا آبی کنال میگذرد اینچنین و واسه یک طبیعت خوبی دارد. بسیار طبیعتش رو تعریف کردم لیکن شاید در دلتان نیست زده باشد این تعریف های ما، لیکن واقعا جای خوب است دوستان. اگه بیایید در یکی از لوحه ها یک 4 بیته لایق شعری نوشته شده است. میگوید لایق که یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن بر من مادر یکتاست. تاجیکستان یکتاست. واقعا راست میگه. هر جای گوشه کنار دنیا نباشید با دلتون آرام نمیگیرد. دلتون همیشه یاد وطن میکنه که این وطن ما تاجیکستان عزیز ما است که جایی که نباشید با دلتون به سوی وطن میل دارد دوستان. یک شعرم بود بگذار گدا باشم در خاک وطن میرم میگوید. لیکن وطن است دوستان. قدر و قیمتی آرامی صلح و ثبات این کشور را باید دانست. خیلی میبینیم یک کانالی پرتلاتو شب بوده دارد در بریو باز بمونند. یعنی همین زمرد بارین مهمان خانه است. یک شهنازه میگد. شما میتونید در این شهنازه خوب رفته اما لیچینیاتون همیشه در زمرد در آسایشگاه گرفته میتونید دوستان. خیلی بود برای شما یک نوار کوتاه گرفتم دوستان. باقی سربلندی و خانوادی رو برای هر یک بیننده یعنی همین نواری من خواهان هستم دوستان. ایلیم هیچ کس سرش درد رو نبیند، اما اگر مبادا که در کار شود میتونید به همین آسایشگاه بیایید دوستان.